سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان و هموطنان گرامی. پیش از همه خداوند قادر یکتای خوب همتا را شکرانه میگم برای تمام این نعمت‌هاش، از آن جمله برای بهترین و بالاترین نعمتی الله که ایمان است. خداوند شکرانه خاص میگم. اما بعد میخوام در اطراف مردمی خوبی بدخشان یک چند دقیقه به شما صحبت داشته باشم. اگرچه در این باره چند بار صحبت کردیم و برادرها کردن، اما باز هم میکنیم و برادرها خواهند کرد، زیرا هر یک شهروند تاجیکستان نوبسته از کدام منطقه برای هر حادثه‌ای که در هر طرفی تاجیکستان رخ میده حتما باید که یک سهمیخچه بگذاره، با قلمش باشه یا که با سخنش باشه. حادثه‌ای که همه شما یاد دارین و شاهد بدین دیدین که یکی از ساکنان محترم شهر خوروغ، گلبدین زیابکوف، که به دست افراد مسلح، جنایتکار و تروریستی رژیم دستگیر شد و زنده به زنده کشته شد و بی‌رحمانه کشته شد. شما هم میدونید که سبب به میدان برآمدن مردم بدخشان شد. حادثه 25 نوامبر سال 2021 رخ داد، وقتی که شاید الفابدیا که امانها بدن، یعنی یا شاید یکون گروه مخصوصی جنایتکار از طرف رژیم روان کرده میشوند و از نگاه بنده گلبدین زنده دستگیر میکنن و بی‌رحمانه میکشن و میبرن در نزد یمو کپری که خانهشون و محلشون میپرتویند. در نزدش یک سلاح، یک تپانچه پیستولیت میپرتویند و اعلام میکنن که گلبدین مقاومت نشان داد، ضدیت نشان داد و در نتیجه در عملیات کشته شد. شما تصور کنید این یک افسانه بود و یک نوار خوردم پیدا شد که گویا از دور نشان میده که میپرانند زیابکه گلبدینه. از نگاه بنده زنده دستگیر شد، زیرا عکساش هم دیدم و شما میتونید یا شاید بعضی دیده باشین در فیسبوک چرخ میزنه. حتی از بی‌رحمی زیاده همون فیسبوک اجازت نمیده همون رسم را بینی. بسیار بی‌رحمانه کشته شدن، زنده دستگیر کردگان، معلوم است از رسم ها. و نگاه کنید که یک جنایتکار را فرق نداره در کجای تاجیکستان باشه یا که حتی در دیگر دولت ها باشه، وقتی که حکومت خودش حکومت میگیرن، صاحب قدرت میگیره، نیرو میگیره، ارتش داره، باید جنایتکار را کوشش کنه که دستگیر کنه زنده، حتی یراق هم داشته باشه جنایتکار، زیرا او را دستگیر کردنش فایده های برای حکومت، زیرا از او بسیار چیزا را میگیره، خبرهای زیاد میگیره. از کشتن او هیچی فایده نمیگیره، هیچی، برعکس ضرر میبینه. یک داغ، یک سیایی در بگیم پیشونی خودش حکومت رژیم میمونه. و بغیر از یک پیستولیتی که 8 تیر میبره، 8 تیر پیستولیت 8 تیر داشته است، با 8 تیر او کجا را میگرفت، کجا میرفت؟ شما او را احاطه میکردین، با 8 تیر کجا را میگرفت؟ اگر باور کنیم به خبرهای شما، با 8 تیر کی را میکشت، کی را میکشت؟ و اوزی هر یک یراق‌های برآمده است، هر یک میگیم سپاه میگیم یا که سپر میگیم، در پیشت میگیری یا برانجلت خطی میره به پیشه. حتی شما میتونید که او را زنده با اون سلاحش دستگیر کنید. شما او را دستگیر نکردین زنده با سلاحش، او را شما بردین کشتین، آوردین پرتافتین، گفتین که ضدیت نشان داد. و مردم هم بسیار خوب کار خوب کردن، تابوت گرفتن و به میدان سومانی شهر خوروغ رفتن و این اعتراض، این سر و صدا 4 روز دوام کرد و بسیار کار خوب شد. همین کار باید هر یک منطقه دا بکنن. هر یک منطقه تاجیکستان دا وقتی که یک فرزند میکشن یا که یک خشته یا که یک همسایه تا باید تابوت بگیری نزد هم حکومت برای هر ناحیه باشه، باید برای بگو که با جوابگاری کشیده شو نفر که را کشتن. جنایتکار هم قانون اجازت نمیده که بکشش. کدام قانون دا اومدگی است که جنایتکار را باید بکشی؟ اونم بازم میگم که در حالی که تو دستگیر کردنش در زنده امکانیت داری، صلاحیت داری. در این گرد همایی ها مردم طلبی چی کردن؟ با جوابگاری کشیدن جنایتکارا، قاتلا
حتی تا درجه که استعفا هم طلب کردن. این کار خوب هم کردن. در یادش باشین 2015 بود وقتی که در حادثه حاجی حلیم ماه سپتامبر وقتی که رژیم چند نفر در ناحیه وحدت در شهر وحدت کشت، نزدیکاش برآمدن گفتن که شکرانه جناب عالی که مرده ما را زنده داد. انا شما گپا ببینید، این شرمندگیه که مرده تر میکشه میتت تو بگو که شکرانه جناب عالی که مرده را ما را داد. تو باید جسد بگیری برای بگو جنایتکار اینجا بیار جواب بگه چی جنایت کرد. شوی ما جنایتکار بود، بچه ما جنایتکار بود، پدر ما، اکای ما، همسایه ما، بیارن جنایتش نشون بدین چی جنایت کرده است و کی کشتهش و چی بکشتهش. اینجا سوال ها زیاد تره. همه سوال ها به جواب میمونه. در اینجا رژیم با قوای سلاح وارد مردم شد، داخل مردم. 2 نفر دیگر را کشتن در اعتراض ها. 2 نفر دیگر را کشتن. مردم هم بگیم ایستادگی کرد، شکست نشان نداد، با رژیم بگیم تسلیم نشد. در اینجا بالاخره رژیم چیکار کرد؟ یک کمیسیه تشکیل کرد، یک راهی مجبور شد راهی گفته شنید خطیب به مردم نزدیک شود و این کارم کردن. یک کمیسیه 44 نفره تشکیل شد و کمیسیه شرطای خودش گذاشت. یکم قاتلای گلبدین به جوابگری کشیده شود، دیگه او پست های غیر قانونی موندگان از جانب نمیدونم کمیته امنیت باشه، وزارت مدافعه باشه، غیر قانونی پست موندگان در گرد اطراف خروق اونو برداشته شود، اینترنت کشیدگی بودن اینترنت برقرار کرده شود و شرط چهارم شد نفرایی که در اعتراض شرکت کردن به جوابگری کشیدن نشود. رژیم قبول کرد اما رسما اعلام نکرد. شما ببینید برای چی؟ برای فریب کرد. مردم واقعا فریب کردی. باری اولش نیست، چند بار همین خیلی گفته شنید ها میشید و رژیم وعده خلاف است، بی وفا است، با وعده‌اش وفا نمیکرد، فریب میکرد مردم. و در هر جایی که با رژیم گفته شنید کردن شما بدانید که شما را فریب میکنن، این را فراموش نکنید. برای همین باید گفته شنید نمیشه و نباید بکنید با رژیم. شما ببینید اینترنت تو حاضر برقرار شدگی نیست. اینترنت یک چیزی مهمه برای مردمی بدخشان و برای تمام انسان روی دنیا. اینترنت برقرار نیست. مردم با چیکار کنن؟ با خاموش بیستن؟ ما باید با میدان ببرایم. قاتلای گلبدین به جوابگری نکشیده نشد. برعکس بعد از این حادثه کمیته امنیت برنامه مخصوص تشکیل کرد که گلبدین جنایتکار برآورد، با چند نفر دیگر هم جنایتکار برآورد. حتی رئیس دادستانی ولایت مختار کوهستان بدخشان یعنی پروکورورش برآمد رسما همه را جنایتکار گفت. همه را، نفری که در اعتراض اشتراک کردن. گلبدین هم جنایتکار گفت و چند نفر لیدر بود او هم جنایتکار گفت. و بعد از این سر شد بعد شخصای قطاری، معلم ها، حتی بعضی روحانی ها داد زده مردمی بدخشان و حتی همون اشتراک کرده ها در تظاهرات جنایتکار گفتن و گفتن به جوابگری کشیده شود. در اینجا نگفتن که نفری که قتل کردن کشتن 3 نفره او به جوابگری کشیده نشود. یک طرفه گپ دادن، داد زده، نوار کردن در نزد دوربین. بعضی شاید مجبور بود، بعضی گشت اونها رنگ سگ نمسی داد میزنه که ماشینی که باختری اونها هم ویدیو کرد به نام روحانی. شما وقتی که یک طرفه قضاوت میکنین اون نفری که قتل کردن او به جوابگری کشیده نمیشوند. شما ببینید 3 نفر را یا کشتن در اعتراض، 3 نفر او دیگه زنده نمیشوند. اینا بگذار تمام امکانات تمام شرایطهای مردم بدخشان خوب کردی اگرچه نکردن، لیکن 3 نفر زنده نمیشوند. اما به وفاییشون ببینید که قاتلای گلبدین به جوابگری کشیده نشد. 1 به وفایی حکومت به وعدهش وفا نکرد. 2 اینترنت برقرار کردن نشد. 3 اعتراضگرا را به جوابگری کشیدن. شما میدونین 66 نفرش از تاجیکستان برآمدنشون رو منع کردن. 66 نفری که در همون اعتراض اشتراک کردن. انا شما که تصور کنین
حمله هجوم مسلح رژیم شما تماشا کنید. شکار یا که بگیم که ضدیت رژیم سر شد علیه مردمی بدخشان. یگانه مردمی که تسلیم نمیشه به رژیم اون مردم بدخشانه. شما میدونید که 10 ساله که رژیم کوشش میکنه که مردم بدخشان بزانو بشونه، تسلیم کنه، غلامش کنه. مردم بدخشان واقعا مردمی غیر و نوترسن، ایستادگری کردستن. 2012 یاد دارین 24 ایولی 2012 ماه رمضان چخیل بمب بارون کرده بود رژیم. 2014 هم 21 می هم 7 اکتبر به نوامبر 2014 در یک سال 2 بار اعتراض ها شده بود در شهر خورو. 2018 سپتامبر 2018 رحمان خودش رفته بود که گفت که همین جنایتکارا یک مشت قطعی نمیتونن شما سیرشون بگیرین. اگر گفت اجازت چی شود، اگر که نتونین گفت من اجازت میتونم قواهای مسلحه را تیرباران کنین گفت علیه این جنایتکارا. جنایتکار کی را میگه؟ میگه 7 لیدر در اینجا غیر رسمی و مردم در اطراف شه. شما تصور کنین قواهای مسلحه را اجازت میتونن بزنین مردم بدخشان. اهالی مردم بدخشان یا که 250,000 زیاد نیست. 250,000 غیر از این شما زمین بدخشان فروختین. خوینا شما زمین بدخشان فروختین در ناحیه مرغاب. شما فراموش کردین خیانتتون. دور نشید، زیاد نشیده وقتی بگیم که اثرها نگذشته که ما فراموش کرده باشیم. 2011 زمین فروختین. انا ببینید شکار رژیم سر شد. یاد داشته باشین 3 دکبر 2021 یکی از ورزشکاران بگیم مشهور به نام چهارشنبه زاده ولایت مختار کوهستانی بدخشان از روسیه اخراج شد و به تاجیکستان سپرده شد و در دوشنبه او را دستگیرش کردن و در حال دادستانی ناحیه شاه منصور بر علیه او دلیل جنایتی باز کرد به ماده 189 و 307. 307ش از 3 سال تا 20 سال تهدید به زندان میکنه و او 189 که برانگیختن کینه و عداوت دینی و مذهبی اوش تا 12 سال تهدید به زندان میکنه. یعنی که علیه چهارشنبه پرونده باز کردن باید زندانش کنن. واقعا من آزادی چهارشنبه را طلب میکنم، زیرا یک نفر ورزش کار کردن این کاری آسان نیست. ای ورزش غلطوندهش بسیار کاری آسانه. یک نفر به یک درجه بردن آسان نیست. رژیم باید کوشش کنه که یک شعار هم داره که جوانان آینده تاجیکستان هستند. این هم یکی از جوانهای تاجیکستان است. و او نوارهایی که در گذشته گفته است وقتی هم اعتراف کرده است که در حالت احساسی گفتم واقعا جای بخشش داره. یعنی ای بحری گپی کارش گذاشتن در کار جوان در حالت جوانی یک احساسی شده است، هر گپی را گفته است و او هم هیچ مخالفی نبود. یعنی که یگان گروه ها نبود، طلب وظیفه نداره که شما از او بترسین. واقعا شما او را آزاد کنید. اخیراً خبری که خواندیم یا شنیدین شما هموطنان که پدرش یا که نزدیکاش به دیدار بینیش رفته‌اند در کمیته امنیت ملی در یکی از پتولهاش بازداشته او را مجبور کردگیان که گفته است که در اینجا برای من یک زل مهیا کردن که من در همینجا مشق کرده استم. شما تصور کنید گویا که کمیته امنیت غمخوری کرده برای یک زل تشکیل کرده که در اونجا او مشق کرده است، دوام داده است. اگر یک خدای نکرده یک فوتبالیست دستگیر کنید شما باید که برای او بعد یک کمانده فوتبال تشکیل کنید که در اونجا و یک میدانچه ورزشی که در اونجا او مشق دوام بگیره. یا یک معلم وقتی دستگیر کنید برای او مجبور شما که 30 دانه طلبه تشکیل کنید و یک صنفخانه تشکیل کنید که او درسچه دوام بگیره. یعنی که شما غمخوارین که باید که چهارشنبه آزاد کنین. واقعا جنایتی نبود که نابخشیدنی باشه. ایرا آزاد کنین. رژیم شما حراما سر خطون میخرین.
بعد از این چهارشنبه 5 ینوری سال همین روان 2022 ده شهروندی تاجیکستان و زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان از ترکیه تاجیکستان میروند. در دوشنبه در حال بازداشت میشوند و علیه یکتش علاکه بگیم که قرار پروکراتورا یا که سود تیار بوده است، یعنی که یک کودکس یا که یک ماده استاتیا علاکه در نامش بوده است. شما ببینید چی گپه، چی خبره. حتی همو کمیسیه 44 نفر به دست آمد که عبارت از 44 نفر، یکی از اونها به نام فراموز ارگشف است. همین هم در همونجا حکومت قبولشون کرد، با اینا گفته شنید کرد، اگرچه گپشون قبول نکرد. همچون یک جامعه شهروندی قبولشون داره. بعد از این حادثات تنجی نگاه که سبب تنجی همون حادثه، همون اعتراض مردمی بدخشان همین 44 نفر شده است. یعنی اونا رو گفته که شما با خونه برین، ما صحبت کردیم، یعنی همه حل میشه ان شاء الله. اما اینا را فریاد کرده، از اون جمله می فراموز ارگشا گفته است که شما با مردم صحبت نکنید که در شما غیر قانونی فعالیت شما من است. در کار حکومت، در کار مقامات، در تفتیشات دخالت نکنین، شما خلل میرسونین. گفته فراموز ارگش و شما میدونید هموطنان که در 2020 رقیب امام علی رحمان بود. اگرچه رسما قبولش نکردن، نامزدیش هم موند، بعد کاری درست هم کرد. ماه اکتبر 2020 کاری درست هم کرد، چرا نکنه؟ نگاه کنید تا 30 ساله را رژیم قانون علیش که سرقانون 2016 تا 30 ساله را از 30 ساله یعنی که بالا حقی پرزیدنت شدن داره، یعنی نامزدیش همونه. از 35 بود رژیم برای فرزنداش آورد 30 کردش. فراموز 30 ساله هست و حقوقدان است، زباندان است، سواد داره، دانش داره. اما رژیم همون برنامه هاش قطعی اول اون را قبول نکرد، دیگه هم از پهلو آونگاردا در اومدن نوار کردن که او جنایتکار است، او بی‌سواد است، او اینتر است، اوتر است. هر خیلی نوارای تحقیرآمیز هر زمان اینا تیار دارن. هر نفری که رژیم وقتی دست همین علیه همین چهارشنبه فهم علیه همین هم نوارها کردن که انا او گناهکار است، او خیل کرد، او خیل کرد. یک بگناه همین رژیم خودش هیچ گناه نمیکنه. برای همین هموطنان عزیز در آخر هم قدر گفتنیم که ما باید که همه کسا سر و صداها کنیم که رژیم بالای این مردمی خوبی بدخشان عملیاتی خونریزی و تروریستی و آدمکشی و قتل روانه بینه، جاری نکنه. واقعا رژیم اونا بعضی هموطنان گفتن که علیکه هم خیلی آوازه ها هسته که گویا افغان ها در آمدن بدخشان چند نفر میکشن یا چند نفر کشتن. هم خیلی یک بهانه میکنه تا اینکه به همون بهانه شده بالای مردم یک خونریزی دیگر تشکیل کنن، یک قتل دیگر روا ببینن. واقعا مردم بدخشان ما باید تنها نمونیم، باید تنهاشون نمونیم. اونها هم زادگانی تاجیکستان و برادرای ما و شما، هموطنای ما و شما و را از کنون باید دور نبینیم. او نیمچه مسلمان هایی هستن که مذهب بازی میکنن. اینجا جای مذهب بازی نیست، جای مذهب بازی نیست. در اینجا مذهب بازی حرام. جایی که خونریزی های، جایی که فتنه کلان با پا میخیزه، در اونجا مذهب بازی تا دین تا یک طرف میمونی. در اونجا دین تا مذهب بازی تا یک طرف میمونی. در اونجا باید سر رای خونریزی رای فتنه را بگیری. سلامتی انسان بالاتر از مذهب نیست. سلامتی انسان یا که حیات انسان، اگر بهتره خوبتر بگمش، حیات انسان. برای هر یک هموطن، هر یک همزبان همون، هر یک نفری که هر کاری دستش میاد، با صداش، با قلمش، با پولش، با هر راهی نباشه، باید ما حتما این کاری هسته که باید سر راهش بگیریم. رژیم باید با مردم بدخشان عملیات تروریستی را روا نبینه.
روا نبینه، کاری خوب نیست، کاری درست نیست. در اینجا از سازمان ها چی گیله کنیم؟ سازمان های قدرت ها کشورها باید یگانه مردم خودش متحد شود. 250,000 اهالی بدخشان هم خیلی زیاد هستند. یعنی اگر که همش واقعا در بینشون چاپلوس هم دارن، خاین هم دارن، اگر که اما خودشون هم یک گپ شوند با بوی هیچ ناحیه و هیچ ولایت هم نشوند، من ان شاء الله فکر میکنم که اما خودشون هم تا امروز ایستادگری کردن، ایستادگری میکنن. اما بیرون از تاجیکستانی که ما و شما امکانیتی صحبت کردن داریم، همین کار هم باید ما بکنیم. اگر ما از زبان همین پامیری هم میدونستم، واقعا با پامیری صحبت میکنم، یعنی که هم مردم میفهمید، هم همدردی بیان میکردم، هم یک صحبتی بگیم خوبتر صمیمی میکردیم، تا اینکه مردم پامیر خچه تنها ایست نمیکرد که یک نفر از دیگر ناحیه، از دیگر ولایت، از دیگر منطقه دارد ما قطعی صحبت میکنه یا که ما را در نظر گرفته است، با ما هست. چخیلی که دیگر برادر صحبت میکنه، این تنها خاصی من نیست که من بگم من هستم با مردم دیگران نیست. منظورم که خدمت مثال آوردم که مردم بدخشان حس نکنه تنهایی را، یعنی که یکی از گوشه های تاجیکستان مانند اعضای بدن ای که دست، پا، گوش، بینی، بدخشان همچنین نفری که وطن دوست میگن خطانه میگن پاره جگری ما، جان جگری ما برای وطن خدمت میکنم. شما باید اجازت ندید که مردم بدخشان کشته شود. رژیم همین کار کرده است، تشکیل کرده است که یگان بهانه خطی مردم ترور کنه. خب صحبت ها زیاد است، فکر میکنم حاضرش همین کفایه است و از شما هموطنان بازم تکرارا و طلب میکنم، خواهش میکنم که در این کار به طرف نباشین. واقعا باید ما و شما وظیفه داریم، مسئولیم که سر راه خونریزی را بگیریم و هر راهی نباشه میتونیم با دعات، نمازخوان با دعات، نفری که نوار میکنه با نوارهاش، با صداش، با نوشتن، با عکس، با هر راهی نباشه باید ما صدا و آوازهای زیاد ببروریم تا سر راهی رژیم بگیریم و ما میتونیم گرفته. ما اگر بخواهیم میتونیم، واقعا میتونیم. شما خودتون هیچ چیزی حساب نکنید. دشمن بارها تکرار کردیم، دشمن قوی نیست، ما ضعیفیم. ما ضعیفیم، دشمن قوی نیست. شما فراموش نکنید. در آخر شما را به خداوند یکتا میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.